فکر نمی‌کنم تا حالا کسی بهتون گفته باشه که چرا فیبرها مهم هستن و چرا باید توی وعده‌های غذایی ما گنجونده بشن. فیبرها نه تنها باعث هضم و جلوگیری از یبوست میشن، بلکه غذای مفید باکتریای روده ما هستن. حالا ما چند نوع فیبر داریم؟ ما 5 نوع فیبر داریم. اولین فیبر محلول هستش که در آب حل میشه، حالت ژله مانند پیدا میکنه و نمیذاره قند خون و یا کلسترول بالا بره، مثل جوی، سر، حبوبات، نخود، لوبیا، عدس، میوه‌ها، سیب، گریپفروت، انگور و همچنین مثل دانه ها، بذر چیا و بذر کتان. دوم فیبرها در آب حل نمیشن و همچنین فقط حجم مرفوع زیاد میکنن و همچنین از یبوست جلوگیری میکنن، مثل سبوس گندم، مثل نانهای سبوسدار، غلات کامل، مثل پوست سیب و انگور و سبزیجات برگ سبز، کلم، گلکلم، اسفناج، کاهو و همچنین هویج. سومین فیبرهای تخمیر پذیر هستن که توسط میکروب‌های خوب روده ما تخمیر میشن و اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیر تولید میکنن که خودش باعث چربی سوزی تو بدن میشه و مثل کاسنی و چره فرنگی و سیر و پیاز و مارچوبه و موز سبز و همچنین لوبیا و عدسه. چهارمین فیبرهای مقاوم هستن که تو روده ما هضم نمیشن و قند خونمون رو بالا نمیارن. بخاطر همین خیلی وقتا من خودمو میکشم بهتون میگم که چیکار کنین اگر میخواین نون، برنج، ماکارونی بخورین، حتما سیب زمینی حتما بذارین سرد بشه بعد بخورین. این همون فیبر مقاوم هستش که باعث میشه که قند خونتون رو بالا نبره و از ترشح انسولین جلوگیری کنه و جلوگیری از چاقی کنه و همچنین میتونه موز نارس و عدس هم جز این فیبرها قرار میگیره. و آخرین فیبرهای عملکردی هستن که به صورت صنعتی استخراج میشن و به غذاها و مکمل‌ها اضافه میشن، مثل اینولین یا پسیلیوم هاست که قبلا هم بهتون گفتم که حتی جلوگیری از یبوست میکنن و یا بعضیاشون یه طعم شیرینی به غذاها میدن. حالا اهمیت فیبرها رو متوجه شدین، برای من توصیه میکنم که تو همه وعده‌های غذاییتون داشته باشین. با رعایت همین نکته‌های کوچیک میتونین یه بدن فیت و سالم داشته باشین. و اگر میخوایم بدونین که چطوری این فیبرها تو وعده‌های غذاییتون بگنجونین، لطفاً کلمه فیبر رو زیر بر من کامنت کنید تا اطلاعاتش براتون دایرکت بیاد.